سلام مادر، حال و هوایم خوب نیست. میشه با گوشه از روسریت بغض دلم پاک کنی. به نام خداوند یکتا مهربان و با عرض سلام خدمت شما عزیزانی که بیننده برنامه دیوان از فراز هستید. آرزو میکنم خوب و سرحال باشید. در برنامه امروز دیوان مهمان عزیز ما سمی جان ولیزاده است، نویسنده کتاب در نبرد با سرنوشت. آرزو میکنم که پای سخنان شیرین این نازنین بشینین و با ما همراه باشید. سمی جان بسیار خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین عزیزای بزرگوار، لطف کردین. سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام عزیزانی که ما را از طریق برنامه فراز تماشا میکنن. خیلی خوشحال هستم که در برنامه زیبای شما حضور دارم. قربانت. سمی جان از خودت بگو، از تحصیلاتت بگو، از زندگی بگو، بعد میریم سراغ سوالا که حداقل بیننده بتونن خودت بشناسن نخست. ما بعد از دوره لیسه در ژورنالیسم پانتون کابل کامیاب شدم. همزمان با پانتون ما در وزارت اطلاعات فرهنگ پارت تایم نیم وقت کار میکردم. بسیار عالی. مدت 12 سال از ادارات دولتی کار میکنم. در سال 2021 ما در ICCR هند اسکالرشیپ کامیاب شدم در ماستری ژورنالیسم. چقدر عالی. متاسفانه که حکومت که تغییر میکنه ویزا به مسئولین بند میشه. بله. 1 سال درسای ما تال خورد و بالاخره آنلاین ادامه دادیم. یک پلتفرم بود به نام LMS. دیگه از اون طریق هم وظیفه اجرا کردیم و هم درسای خود ادامه دادیم. بسیار عالی. اردو را یاد گرفت؟ اردو را قبل از یاد داشتم. بله. خب بسیار. دوستان ایندیان پیدا کرده بودیم؟ بله زیاد. ما یک گروپ داشتیم، چون وقتی که آنلاین میخوانیم معمولا از گروپ ها درس آغاز میشه. بسیار. و بسیار دوستای شیرین و نیک دارم. راهل جان، سوناکشی، بسیار عالی. بسیار دوستای شیرین هستن. همیشه همشون در ارتباط است. خانه خبر داره؟ شوخی کنم. چی باعث شد که در نبرد با سرنوشت بنویسی ولیزاده عزیز؟ ما در درسای پانتون یک سبک را خواندیم به نام ترو استوری. ما از دوره متوسطه مکتب شوق داشتم، علاقه داشتم، نوشته میکردم خاطرات خدا. و زمانی که با این سبک روبرو شدم بسیار برام دلچسب تمام شد. و راحل که براتون میگم صنفی ما این بر ما کتیج در این موضوع گفتم ما بعضی وقت نوشته میکنم میگن خاطرات خود در کتابچه و این سبک بر ما بسیار خوشایند است. او بر ما یک لینک روان کرد که ترو استوری ارگانایزیشن بود. ما رفتم اونجا ثبت نام کردم. از سال 2019 که داستان ها اونجا روان میشه، یعنی همین سال که 2026 است 959 داستان در این سازمان روان شد. یعنی سازمان بیشتر کارش جذب داستان‌های واقعی است؟ داستان‌های واقعی است، بله. از تمام دنیا. از تمام دنیا. با تمام زبان‌ها؟ با تمام زبان‌ها، بله. بسیار. از 959 داستان 36 داستان از این انتخاب شد که متاسفانه داستان ما در 36 داستان نامد. اما افتخار ما ای است که از افغانستان اولین شخص بودم که داستان ما در این سازمان فرستاده شد. بسیار. و ما انشاءالله کوشش میکنم که سالهای بعدی بهتر بنویسم و داستانهای ما انشاءالله انتخاب شد. در روزهای اول پانتون وقت صنف تازه معرفی میشد، صدای گرم و پراعتماد دختری به نام برین بی اختیار توجه یک از پسران را به خود جلب کرد. چهرهش ساده اما پرکشش، لبخندهای نرم و نجیبانه، قد بلند و رفتار با وقارش چیزهایی نبود که راحت از ذهن بگذرد. پسر که هیچ وقت به این زودی دل نمی باخت، همان لحظه حسی را تجربه کرد که برایش ناآشنا و متفاوت بود. حس بینام اما عمیق و ماندنی. از آن پس هر روز در صنف جایی را انتخاب می کرد که بتواند پنهانی برین را تماشا کند. در راهروای پانتون جایی می ایستاد که عبور او را ببیند، بیان که لب به سخن بگشاید یا
رازش را فاش کند. اگرچه هیچگاه چیزی نگفت، اما نگاههایش حرفهایی داشت که همه چیز را فریاد میزد. او برین را نه فقط دوست داشت، بلکه به گونه‌ای وابسته شده بود که گویی احساس او نسبت به برین با تار و پود وجودش گره خورده است. کل داستان نخواندم و توتیشه شاید بیننده هم بگن که کاش ادامه داستان هم میخواندم. داستان قشنگی بود. خودت داستانا را به کدام میار انتخاب کردی؟ به اساس تحصیلاتی که داشتی یا به اساس علاقه‌ای که از کودکی داشتین و داستانا را به شکل واقعیش و حادثات و اتفاقاتی که مفته شما انتخاب میکردید؟ دیواتی صاحب بزرگوار، ما همین داستانایی که در وبسایت روان شده بودن از سال 2019 در مجموع 216 داستان است که ما تقریبا حدود بیشتر از 80 داستان خواندم و همین داستان ها مرا علاقه ما بیشتر ساخت و همین سبک مرا بسیار خوشم آمد و به همین سبک خود عیار کردم و همو یادداشتایی که به شکل آماتور نوشته میکردم آهسته آهسته اینا را به شکل حرفه‌ای تبدیل کردم و نوشته کردم و واقعا وقتی به دوستایم روان کردم این داستانا را، اونا بسیار خوش شدن و اونا از من خواستن که را به کتاب تبدیل کنم و ما خواستشان به جواب نماندم و اینا را به کتاب. بسیار عالی. آیا داستانای دیگه هم زیر دست هست؟ بله و در آخر کتابم گفتیم که فصل ششمش بخیر در راه است. بسیار عالی. پیش از اینکه وقفه بریم میشه یک پاری از داستانت بخونی؟ کدام داستانت در بین داستانا دوست داری زیاد؟ ما واقعیت کلش دوست دارم، اما میخوایم که یک داستان اولین داستان کتاب بردان بخوانم، به خاطر که بیشتر سرش کار کرده. بسیار عالی. بیشتر سر داستانی که کار کردیم داستان اول است. یک داستان یا یک نوشتر یک شعر از زبان خود نویسنده بشنویم دیگه کیف داره. دیگه کیف داره. بله. خب داستان اول زاده بهشت از زیر جنگ است. تصور کن صبح بیدار شده چشمانت را باز میکنی، پرده را کنار میزنی و پا به بالکن میگذاری. نسیم خنک و آرام به صورتت میورزد مثل نوازش بی صدا. چشمانت را به دوردست‌های شهر میاندازی، جایی که خورشید تازه در آستانه طلوع است و همچو ساقی شراب نورش را آرام آرام در رگ‌های کوه شیر دروازه میریزد. تابش زرین خورشید از دیوارهای باغ و بابر بالا میرود، آرام بر سنگ مزار ظهیرالدین میتابد. میان درختان باغ را پیدا میکند، از پل تاریخی گذرگاه عبور میکند، زمینهای سرسبز را در آغوش میگیرد و در نهایت به سنگ تهداب خانه میرسد که در بالکنش استاده ای. شرشر آب، نغمه برندگان، خشخش برگ درختان کهنسال، این همه مثل صدای خوشایند و آرامش دهنده به گوش میرسد. حال اگر کسی بپرسد کجایی، بیدرنگ خواهی گفت در بهشت. بسیار عالی، بسیار مقبول. و وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه باز هم در خدمت شما هستیم. با تقدیم سلام مجدد، شما بیننده برنامه دیوان از فراز هستین و مهمان عزیز ما صمیم جان ولیزاده، نویسنده کتاب در نبرد با سرنوشت. وقتی کتاب را نخستین بار پس از چاپ در دست گرفتی چه احساس داشتی صمیم جان؟ واقعا احساسی که اولین بار وظیفه گرفته بودم. چند احساس است که شنیدیم که بسیار خوشایند است. اولین بار وقتی ازدواج نامزد میشه، کسی به نامت میشه، اولین وظیفه و همین احساس را فکر میکنم ما بهتر از او را در چاپ کتاب وقتی به دستم گرفتم حس کردم. از این سه احساس کدامش بالاتر است؟ فعلا خب کتاب بالاتر است. به خاطر از این که مسئله نامزدی گذشته و وظیفه هم گرفتین و کتابتان چیزی است که ماندگار است به نظر من. و همچنان ازدواج که به پای هم پیر میشن آدم ها پیر شون. در نبرد با سرنوشت چند داستان در این کتاب گنجانیده شده؟ دیواتی صاحب بزرگوار، این داستان 5 فصل داره این کتاب
یک میتونیم بگیم 5 داستان است و هر داستان از این مثل یک فصل که دارای چندین قسمت می باشه. مثلا شما وقت سریال ها را میبینین که چند اپیزود است، یعنی در هر فصل چندین حادثه ها بیان شده. بله، بسیار عالی. و یک داستانی که شما خواندین، زاده بیش تاثیر جنگ، یک ادامهش کمش هم بخوانم. بسیار لذت بردم. نمیدانم آن سال چی مصیبتی آمد، نفرین کدام دل شکسته بود، یا دعای چه کسی شنیده نشد که ناگهان بهشت از میان رفت. آن همه روشنی، آن همه آرامش جایش را به دلهره و دود داد. خانه دیگر خانه نبود، شهر دیگر شهر نبود و آن بالکن دیگر جایی برای نفس کشیدن نداشت. برادران در برابر همدیگر سنگر گرفتند، روی هم آتش گشودند. رفاقت‌های دیروز به دشمنی خونین آن روز مبدل شد. جنگ بیرحمانه شدت گرفت. کابل چون پیکر بی‌دفاع پاره پاره شد. شمال به نام یکی بود، غرب در دست دیگری و شرق در قبضه دیگر. صدای آوانها جای صدای آب، پرنده و برگ را گرفت. بوی دود جای بوی گل را گرفت. سبزها سوختند، دیوارها ریختند. آن منظره زیبا تبدیل به ویرانه شد. دیگر از ترس هاوان چره و بم کسی به بالکن نمی رفت. به جای رفتن به باغ و منظره ها به صوف و زیرزمینی خانه هایشان پناه می بردند. و این چقدر قشنگ است، چقدر زیباست که آدم رو می بره در اون واقعا که در صوف ها پنهان می شدیم. امیدوارستم اتفاقات دیگر هرگز بر سر مملکت ما و بر هیچ وطن در سرزمین اتفاق نیفته و هیچ خونی نریزه. خیلی قشنگ بود و با خواندنش من احساساتی شدم، بری که خودم رفتم دم گذشته هایی که در زیرزمینی ها پنهان می شدیم و از هر طرف صدای آوان و مرمی و راکت دلخراش بود و ما کودک بودیم و چقدر از ترس خود پنهان می کردیم. بسیار قشنگ بود این بنده که من خواندم و ادامه زیر حتما دوستان کتاب پیدا بکنن در نبرد با سر نوشته بخوانن که داستانه واقعی است. به شعر هم علاقه داری سمین جان؟ ما معمولا هم دوره با کسایی بودیم که نمیشد که شعر نوشته نکنم. بسیار. و اگر با فیسبوک ما مراجعه کنین مکمل شعر است. بسیار عالی. میشه یک شعر برای ما تکرار کنی؟ با یاد داری؟ شعر در موبایل ما است، مشکل نیست. اما چون قبلا آمادگی برای حفظش نداشتم میخوایم که ما استعداد حفظ کردن ندارم. میشه که از روی بخوانیم یکی از شعرها را که خودم نوشتم. بیشتر در کدام سبک شما شعر میسراید؟ ما بیشتر سبک غزل دوست دارم. بسیار عالی. و شعر کلاسیک نوشته میکنم و دمی مدت کم میشه که یگان سپیدم نوشته کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. میشنیم از شما. خب جاتی صاحب، ما یک زمان با وروز رو ناورده بودم، یاد نداشتم. او وقت بیشتر با احساس نوشته میکردم. بله. و وقتی که با وروز نوشته کردم، من البته احساس میکنم که شعر ما از امو الهام تبدیل شد به تکنیکی. من البته احساس میکنم. چیز است دیگه و احساسی را که خب دو وقت آدم پشت وزن قافیه و ردیف نمیگرده و امو احساسی که میای برش دست میتره مینویسه. من فکر میکنم که شعر درست است که یک الهام است، یک اتفاق است که به هر کسی اتفاق نمیفته، اما تکنیک های شعری رو باید در نظر بگیردم. وقتی که تمام افکار ذهنت میره روی تکنیک های شعری که هم وزن قافیه و بعض به اصطلاح نزاکت های شعری و باریکایی است که باید در نظر بگیره آدم، اون وقت بس میشه که آدم بعض وقت شاعرها میگه که کسانی که شعر سپید میگن کارشان آسان است، برای که پشت وزن قافیه نمیگردن. اما سرودن شعر سپید هم کار ساده نیست، برای که شعر همون چیدن و چیدمان
کلمات هست به شکل زیبایش که کنار هم قرار میتن و هر کس و استعداد و هنر و این دغدغه رو نداره. میشنویم از شما سعید جان. یکی از شعرهایی که در دوران پنتون نوشته کرده بودم: بسیار عالی. سختی روزگار کشیدن بلد است، گرسنه بر سنگ خوابیدن بلد است، با نهنگ وحشی رزمیدن بلد است، آن دندان دیغش بریدن بلد است، خواهی آتش افروز بر مسیرش، خودش به منزل رسیدن بلد است. چنان گورگونه جنگید زندگی با او، چنگالش ز قلب کشیدن بلد است، در بیکسی با خویش بزمیدن بلد است، با چشمان پرخون خندیدن بلد است، حتی توان زیستن دشوار است با او، این مرد چنین زندگی کردن بلد است. خیلی مقبول، خیلی قشنگ. تصمیم دارین که مجموعه شعری هم تهیه کردین، شعرهایتان انتخاب کردین که برای به چاپ؟ ما معمولا امی فیسبوک یک آرشیف میدانم و در همونجا همیشه ذخیره میکردم شعرها را و بسیار از اون محافظت، بارها پاسوردهای بسیار طولانی میدادم که خراب نشه و وقتی که وقت پیدا کردم، یک مدت بیکار بودم، وظیفه نداشتم، مکمل شعرها را کاپی کردم از همون صفحات و صفحه‌آرایی کردمش. کار خوب کردی، برای که یک روز میشه که صفحات اجتماعی هک شوه و از کار بیفته و ذخیره‌هایی که خودت داری. اما برای یک شاعر کم نیست. شاعر او وقتی که الهام برش بیایه و احساس داشته باشه میتونه دیگه بسیار شعر بگه. اما بعضی چیزا بسیار به ندرت بر آدمی، به خصوص برای یک شاعر، برای یک نویسنده اتفاق میفته که تکرار نمیشه. مثلا یکی از برنامه من یک نقاش دعوت کرده بودم که بسیار استعداد خارق العاده داشت و یک از هنرهای نقاشی خودش فروخته بود و بسیار پریشان بود و ندیم بود از این کارش و پشیمان بود که چرا این کار کرده و او پشیمانی و پریشانی خودم بیان کرده برنامه. من برش گفتم که چرا دوباره هنرمند هستی میتونی؟ گفت هنرمند هستم اما دوباره نقاشی رو کردن نمیتونم. و شعر و نویسندگی من همین گونه است. وقتی که یک شعر میگی به دلت چنگ میزنه و شاید دیگه دوباره یک چیز تکرار نشه که بنویسی و ادامه بدی به نوشتنش. در ارتباط به گپ‌های خودتان دیاتی صاحب، ما قبول دارم شعری که 200 سال پیش از تعریفی که از شعر است که همون کلام موزون است، نظم است که دارای مشابه و مشابه است و قافیه و وزن و شعری را که امروز استادای بزرگ ما شما در بخش شعر تعریف میکنن که شعر کلام غیر منطقی است که منطق خود را دارد. اینا همش قبول است و ما میپذیریم. اما اگر ما از خود شعر را تعریف کنم، شعر بیان حسی از دنیای دیگر است. بدون شک. و هر کسی احساس خودش داره. ما وقتی که شعر نوشته میکردم آنقدر در عمق و موضوع غرق میشدم که دیگر نمیفهمیدم که شرایط زندگی چیست، در کدام حالت هستم، در کجا زندگی میکنم. آنقدر در عمق موضوع غرق میشدم. با یک تصادف و با یک حادثه برابر میشدم یا کسی را میدیدم. اگر حتی باور کنین دیاتی صاحب که یک روز در موتورسیکل دارم، من در موتورسیکل آنقدر دمق یک موضوع فرو رفتم که همون یک مصرع یا یک بیت میآید، همون لحظه اگر ما را نوشته کنم خوب، اگر نه یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد دیگه در ذهنم نیست. موتورسیکل استارت کردم، گل کردم، ریکارد کردم یک بیت. در یک نشستی که با استاد پرتو نادری پیر تکسار داشتیم، هر جای باشن جور سلامت باشن، یک جای بیان کرد که میخواست یک غزل بنویسه، یک غزل از 2-3 بیت بیشتر نرفت. گفتم اونجا رهایش کردم و توصیهشان من بود که اگر شما نمیتونید ادامه بدین زیبایی شعر از بین میره، چرا که شما میرین چرت میزنین، جمله بندی میکنین، کلمات هم کنار هم قرار میدین، دیگه بونش دمو اندازه که رسیدین، دمو جایی که رسیدین اونجا رهایش کنین بونین. وقفی کوتاه میگیریم، پس از وقفه باز هم خدمت شما هستیم.
در گوشه از شهر باستانی هرات در درگاه خواجه عبدالله انصاری فرشته از آسمان فرود آمد. نه صدای فرشتگانی بود و نه نوری از معجزه. او همچو پری از آسمان هفتم به زمین پا نهاد. در همان لحظه پسر مسافر برای زیارت خواجه و نیایش آمده بود. اما وقت نگاهش به او افتاد فراموش کرد کجاست و به دیدار کی آمده است. نه از خواجه شرم کرد و نه از زیارت اولیای خدا. یک بیقراری پنهان اختیار را از وجودش ربود. چشمش آنچنان به او خیره شد که انگار معجزه‌ای را دیده است. پری هم بی کلام، شاید به دلیل بالهایی که طلسم شده بودند، با نگاه نرم معصوم خیره در چشمان پسر ایستاده بود. گویی می‌خواست زبان آدمیان را از نگاهش بیاموزد. چنان که در افسانه ها آمده فرشتگان زبان زمینیان را با نگریستن در چشمایشان یاد می‌کنند. پسر که نمیخواست فرصت را از دست دهد، بی صدا و آرام از جایش برخاست، آهسته قدم برداشت، گویی از جادویی میترسید که او را طلسم نکند. دست لرزانش را دراز کرد و گوشه چادر هراتی او را لمس نمود، تنها برای این که مطمئن شود وجود او واقعی است، نه خیال. بازم خوش آمدین دوستان نهایت عزیز. بازم توطئه از داستان ناجی، کاملترین عشق ناتمام از سمیجان والیزاده را خدمت شما خواندم. شما گفتین که بین نوشتهایتان فرق نمیگذارین، همینطور است؟ بله. یعنی هیچ یک از نوشتهایتان نیست که نزدتون اولویت داشته باشه و خیلی دوستش داشته باشین؟ در کل چیزایی را که نگاه کردیم بیشتر ارزش داشته. بسیار عالی. با کدام سبک داستان نویسی راحت هستین؟ به شکل همی تحقیقی یا به اصطلاح چی میگن داستان واقعی، درست؟ بله. که توریستویی میگنش. بله. ما اصطلاح انگلیسی اپدیت میگن. خوش دارم که همیشه اپدیت کنم خدا. هر آن چیزی که در ادبیات میآید با او مطالعه کنم، جستجو کنم. یعنی قبلا ما چند بار رمان نوشتیم. یک بار یک داستان در یکی از روزنامه ها ما به چاپ رسانده بودم، تقریبا 5-6 سال پیش. همه سبکار دوست دارم، همه سبکار، اما این سبک به خاطر برای من بسیار خوشایند بود و مرا وادار کرد که داستانا را نوشته کنم و امروز تبدیل به کتاب شد. که از امون یادداشت‌های کودکی شوق علاقه ما بوده قبلا و این مرا وادار ساخت که بیایرم امون نوشته‌های آماتوری را به شکل عرفی تبدیل کنم و با امون سبکای میاری که در امون سازمان بوده با امون بسازمش به امون شکل. بسیار عالی. گذشته تان دوست دارین یا حال را؟ حال. چرا؟ نظر به کتابایی که ما مطالعه کردیم، کتابای چی بیرونی بوده چی داخلی بوده، به این نتیجه رسیدیم که نه گذشته نه آینده، حال، همین لحظه خوش باش و گذشته را فراموش که در قصه فردام نباش. همین حال است. همین حاله که نفس میکشی و جور استی بیترین لحظه از زندگی است. شما داستان را بیشتر به اساس واقعیت می نویسین، درست؟ در داستانی که بر اساس واقعیت هست چی چیزا اصل است، چی چیزا باید در نظر گرفته شود؟ همین ترو استوری که به اساس سبک و معیار سازمان ترو استوری ارگانایزیشن نوشته میشه، اگر ما این را از نظر یک ژورنالیستیک ببینیم، یک سبک ژورنالیستیک هم است. اگرچه داستان واقعی شامل ادبیات است، اما یک سبک ژورنالیستیک هم است. به خاطر از اینکه در این سبک زمان مشخص میشه. مثلا شما داستان زاده بهشت حزیر جنگ خواندین. ما در اول نوشته کردیم فصل اول سال 1373.
بله. حالا اگر شما برین نشته کنین جنگ های داخلی، مکمل بر شما در وبسایت ها در گوگل میآید که در سال 1373 چی گپ شده. یعنی مثل یک مستند است، مستندی که تو خودت در او حضور داری. کم تفاوتی که با داستان و رمان داره همی است که تو در تروستوری خودت حضور داری و خودت او را دیدی، تجربه میکنی. خیلی زیبا. در همون شرایط بودی، در همون زمان حضور داشتی و همون شرایط همون تجربه را، یعنی در عنوان فرعی شما اگر متوجه باشین نوشته است قصه های واقعی از تجربه های زیسته. خیلی عالی. یعنی بیشتر بر اساس زمان و مکان و اتفاقی که مفته اینا در نظر گرفتن، چون شما از لحاظ خبرنگاری گفتین واقعیت است که باید در کدام ساعت اتفاق افتید، در قضیه در کدام روز بوده، کجا بوده، چه چیزی، اگر مثلا افراد می باشه، افراد کسی اگر به قتل رسید، اگر زخمی شده یا مریض شده یا کسی ازدواج کرده، در کدام وقت بوده، در کدام ساحه بوده، چی وقت بوده، کی ازدواج کرده، کی نکرده. درست؟ چون شاید از اصل خبرنگاری هم استوار به این موضوعات باشه و چونی و چرایی و چگونگی و کجا و کدام وقت. و بسیار عالی. داستان عاشقانه هم دارین؟ 2 داستانش عاشقانه است. میشه در مورد یک کشم تو شفایی بگین که چگونه هست، به یاد دارین؟ داستان عاشقانه است، اما بود اصلی از این رسوم موجود در جامعه را، عقایدی که در جامعه وجود داره ای را بیان میکنه و چطور ای که رسم های ناپسند میایه بالای زندگی جوانان بازی میکنه. بله. چون مخاطبان بیشتر علاقمند داستان های عاشقانه هستند، اما این داستان متفاوت است. و میخوایم به عنوان آخرین سوال که سوال هم نیست، خاطره تان از دوره تحصیلی در هند چگونه است؟ میشه کوتاه خاطره خوبتان رو بیان بکنید؟ ما قبلا گفتم ما آنلاین خواندیم. پلتفرم هم براتون گفتم LMS بوده که از طریق پلتفرم خواندیم. خاطره جالب ما همی است که 1 سال که تکمیل کردیم نزدیک امتحانا بود که در وزارت بست ما تنقیص میشه و بی وظیفه میشم و 1 سال ما حیف میشه. باز ما سال بعدی دوباره میرم، همون سال دوباره سر میخونم. یعنی صنفی هایم همشان نام خدا دیگه تزیسایشان خلاص شده و ما دیگه بخیر 10 روز بعد تزیس است خلاص شد، بخیر کامیاب شدیم. تزیس ما 10 روز بعد بخیر. بسیار عالی. جان سپاس ولیزاده نازنین که دعوت ما رو پذیرفتین. برنامه خوب و قشنگی با شما داشتیم. کوه دلش تنگ بود شاید فرهاد، سنگی از آغوشش جدا میکرد. بینندگان عزیزی بود برنامه امروز دیوان که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا مهربان میسپاریم. شاد و موفق و سربلند باشید. بدرود.